روزی پرچم دولتی همچون روز اتحاد و سرجمعی دولتداری ملی و مایه افتخار و سربلندی در ناحیه میر سعید علی حمدانی در سطح بلند آمادگی ها با برگزاری چهاربینی های گوناگون تجلیل گردید. با مناسبت این جشن مبارک ملی در راهپیمایی زیاده از 5000 نفر ساکنان از تشکیلات و مؤسسه ها، کارخانه ها، آموزگاران مؤسسه های تعلیمی ناحیه، سابقه‌داران مهنت، نورسان و جوانان با شعار و نوشتجات ها و در دست پرچم ملی از کوچه های مرکزی گذشته در میدان مرکزی ناحیه، میدانی به نام اسماعیل سامانی جمع آمدند. در این روز فرح بخش در مرکز ناحیه نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رمز دولتی جمهوری تاجیکستان پرچم و نشان دولتی در محیط تنتنوی قامت افراختند. پرچم درازی 6 و پهنایی 3 متر در بلندی 25 متر پرتوافشان گردید. حاضرین گرامی، در جمع‌آمد تنتنوی بخشیده به روز پرچم دولتی رئیس ناحیه میر سعید علی حمدانی ساکنان ناحیه را بخشیده به روز پرچم دولتی تبریک نموده قید نمودند که پرچم دولتی به صفت یکی از رمزهای اساسی دولتداری، تجسمگر اساسهای تاریخی و میراث ارزشمند ملی، افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های خلق کهن بنیادمان به حساب می‌رود. ذکر گردید که تاجیکان پرچم را همچون نشانه ننگ و ناموس و عدالت و آسایش نگهداری میکردند و این است که نیاگان ما پرافشان بودن پرچم را با سربلندی هر یک فرد برابر دانسته برای حفظ آن و تا به روزهای ما ادامه پیدا کردن این سنت اجدادی جانثاری ها کردند. پرچم ما در زمان استقلالیت دولتی وسیله اساسی تحکیم وحدت ملی، راهنمای مردم کشور به سوی آینده نیک و نشانه پابرجا بودن دولت صاحب استقلال ما در عرصه جهان گردیده است. قسمت فرهنگی چهاربینی با برنامه ادانه کنسرتی ترنمگر ارزش‌های ملی و رمزهای دولتی با اشتراک هنرمندان فیلارمونی مردمی به نام آدینا هاشیموف جالب و پرمضمون این چهاربینی ها را جنبست نمود.